مبلغ و زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد. آقای مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت گفته سودی معادل 1 تا 2 میلیون تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و پزشکی قرار واریز بشه، سودی معادل 400 تا 600 هزار تومان برای بقیه افراد. حالا چه کاری باید انجام بده که سودتون بدون دردسر و بدون مشکل به حسابتون واریز بشه؟ اول از همه باید تو سامانه سجام، سامانه جامعه اطلاعات مشتریان بورس ثبت نام کنین، اعراض هویت کنین، یعنی برین شماره حسابتون، اطلاعات هویت شناسنامه‌ایتون و شماره موبایلتون رو ثبت کنین. اقدام بعدی و دومش چیه؟ در سامانه سهام عدالت هم اطلاعاتتون مطابق با اطلاعات سامانه سجام، چه شماره شبه حساب و چه شماره موبایل، منطبق با اون ثبت کنین. نکته کلیدی این که حتما باید شماره موبایل به نام خود متقاضی باشه. اگر قبلا هم ثبت نام کردید و مطمئن نیستین شماره موبایل حتی به نام خودتونه، حتما برید شماره موبایلتون رو اصلاح کنید. نکته مهمترش چیه؟ به چه حساب‌های سود واریز نمیشه؟